برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، در برنامه تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. امروز در برنامه درباره نیروگاه برق آبی روغون گپ میزنیم. انیق‌ترش درباره ساختمان آن. رسانه ها می نویسند کارمندان نیروگاه برق آبی روغون، البته ساختمان نیروگاه، از اول تابستان معاش خود را نگرفتند. ما سبب‌های این را جویا می‌شویم که برای چه یک انشاءات بزرگ و استراتژی کشور نمی‌تواند مبلغ کارمندانش را پرداخت کند. پایگاه تحلیلی خبر از می نویسد بیناکاران نیروگاه برق آبی روغون شکایت کردند که از اولهای تابستان تا به امروز معاش کاری خود را نگرفتند. مسئولین به آنها وعده دادند که معاش کارمندان را تا انتخابات پرزیدنتی که 11 نوامبر برگزار شد پرداخت خواهند کرد. بعد انتخابات گفتند که معاش را پس از آمدن پرزیدنت می دهند. پرزیدنت پس از انتخابات به نیروگاه آمده رفته است، اما باز هم به کارمندان نیروگاه برق آبی روغون معاش ندادند. کارمندان از شرکت خواهش کردند که اقلاً قرض دهند، اما مسئولین گفتند که آنها نیز معاش نگرفتند، به آنها نیز پول لازم است. همین طور ده ها کارگران دیگری نیروگاه برق آبی روغون شکایت کردند که کارمندان شرکت ایتالیایی سالینی ایمپریجیلو که پودرچی گنرالی ساختمان نیروگاه برق آبی روغون می باشد سر وقت معاش می گیرند، در حالی که کارگران شرکت های تاجیکستان از تابستان معاش نگرفتند. این هم در حالی است که در بنیاد انشاءات بسیار شرکت ها شرکت می کنند که اکثر کارمندان آنها ساکنان تاجیکستان می باشند. یک کارمند با نام محمد که از رشت به روغون به کار می رفته است، با پایگاه تحلیلی خبر از گفته است که نوبت کاری او، یعنی سمین کاری او در یک ماه 15 روز را در بر می گیرد. به گفته او در آخری بست 15 روزه وقتی که آنها باید به خانه برگردند، همکارانش به زور اشک خود را نگاه می دارند. چرا؟ برای آنکه خصوصا آنهایی که از منطقه های دیگر می آیند، آنها حتی برای بازگشت به خانه برای راهکرا پول ندارند. محمد می پرسد که از این حالت دیده آیا بدترش بوده می تواند؟ یک کارمند 15 روز کار می کند، دور از خانه، دور از پیوندان، فرزندان، اهل عائله، اما با دست خالی به خانه برمیگردد. اقلاً برای خریداری یک شیرینی به فرزندان پول ندارد، با دست خالی به خانه می رود. مرد خانه که به خانه به دست خالی برگشت، طول این 15 روز دیگه به روی فرزندانش، اهل عائله‌اش چگونه نگاه میکند؟ احوال در یک انشاءات بزرگ استراتژی و انشاءات رقم یک کشور همین است که با وجود کر و فر حکومت تاجیکستان، کارمندان این انشاءات با دل خراب و جگر کباب کار میکنند. این هم در حالی است که ماه ایون وزیر مالیه وعده داد که مزد مهنت را به کارمندان پرداخت خواهد کرد، اما کارمندان گفتند که وزیر تا حال وعده اش را اجرا نکرده است. نپرداختن مزد کار امروز مشکل یگانه ساختمان نیروگاه برق آبی روغون نیست. بنا به معلومات رسانه‌ای شده، برای انجام دادن این طرح بیش از 4 میلیارد دلار مبلغ لازم است و معلوم نیست که حکومت تاجیکستان این مبلغ را از کجا دریافت میکند. حالا الکی 1 میلیارد دلار قرض گرفته شده است. 1 میلیارد دلار الکی قرض گرفته شده است و نزدیک به 200 میلیون دلار از اهالی جمع آوری شده است.
در حال حاضر صدها کارمندان نیروگاه برق آبی روغن نمیتوانند معاش خود را بگیرند و نیروگاه برای 2 سال اول فعالیت این دو اگریگات که حالا فعال شده است از بودجه کشور الکی میلیون ها سومانی قرضدار شده است. اینجا به یک چیز دیگر اهمیت تماشابینان گرامی. کمیته انداز تاجیکستان ماه اکتبر در یک گزارش خود گفت که نیروگاه برق آبی روغن به یکی از کلانترین قرضداران انداز تبدیل یافته است. طبق اطلاع کمیته انداز در طول 2 سال فعالیت اگریگات های روغن نیروگاه روغن از انداز 43 میلیون 200 هزار سومانی بیش از 4 میلیون دلار قرضدار شد. بیش از 4 میلیون دلار الکی نیروگاه برق آبی روغن قرضدار است از انداز. ببینید حکومت و پارلمان تاجیکستان می توانند چند انشاءات عائله رئیس جمهور را شرکت های عائله رئیس جمهور را از پرداخت انداز آزاد کنند. می توانند آزاد کردن، ولی انشاءاتی که حالا پوره به کار ندرآمده است استراتژی ملی انشاءات رقم 1 تاجیکستان از استحصال و درآمدش دیده اندازش چند برابر زیاد است. حالا به استحصال حقیقی اساسی سر نکرده است. حالا ساختمان رفته ایستاده است. اقلا تا تمام شدن ساختمان انصافتان را خاک خورد می توانستید از انداز آزاد کنید. از همین پول انداز می توانست کارمندانش را به معاش تامین کند یا یک کنجی کمبودیش را برطرف سازد. ساختمان نه، شما فقط مهمان خانه های خودتان را از انداز آزاد میکنید. ساختمان های خودتان را، ساختمان های یک عائله را پارلمان یک کشور آزاد میکند از انداز، لیکن یک انشاءات بزرگ ملی که آینده ملت از به اتمام رسیدن ساختمان آن است از انداز آزاد نمی کند. برعکس حالا درستتر به کار ندارآمده 4 میلیون دلار قرضدار شده است از انداز. ببینید کجای همین را دولت داری میگویند. تماشابینان گرامی، اینجا میخواهم درباره نیروگاه برقی آبی روغن برایتان چند معلومات را یادآور شوم. ساختمان نیروگاه روغن در زمان اتحاد شوروی آغاز یافته بود، اما با فروپاشی اتحاد شوروی یعنی SSR و سر زدن جنگ شهروندی در تاجیکستان کار ساختمان قطع کرده شد. چنین نقل ها هم وجود دارد که نیروگاه نیم ساخت روغن زمان جنگ شهروندی با بهانه تارومار کردن مخالفان از جانب فرانت خلقی با اسلحه خارجیان با استفاده از چرخبال‌های خواجگان خارجی آن وقته حکومت چندین مراتبه پی در پی بمباران شده، چندین تونل آن از خاک و باتلاق پر شده است. سال 2004 هنگام سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به تاجیکستان، حکومت کشور با شرکت روسی روسال برای ساختمان نیروگاه روغن شرطنامه به امضا رساند. اما بعداً تاجیکستان یک طرفه سازشنامه را بکار کرد و حکومت اعلام داشت که انشاءات نیروگاه برق آبی روغن را از منبع‌های مالی داخلی می سازد. یعنی دیگر به خارجه برای مبلغ برای ساختمان نیروگاه برق آبی روغن مراجعت نمی کند. با همین مقصد یادتان باشد سال 2010 امام علی رحمان با ناخن زدن به احساس وطن دوستی مردم معرکه جمع‌آوری مبلغ برای ساختمان نیروگاه برق آبی روغن را اعلان کرد. در تمام کشور مردم مجبوراً گویا اختیاری سهمیه می خریدند. حتی در باغچه بچگان اگر حتی به جماعت برای یک معلومات نامه روی می گفتن اول سهمیه می خری بعد معلومات نامه می گیری. همین کمپین جمع‌آوری
فروش سهمیه رسما از طرف دولت زمان قطع شد که مبلغی برابر به 186 میلیون دلار با قرب سال 2011 جمع آوری شد. از آن روز باری هم مقامات به خرید سهمیه های روغن کسی از ساکنان کشور را دیگر دعوت نکردند. همان زمان با نظر داشتی آن که بیش از 60% اهالی تاجیکستان در حالت کم بضاعتی زندگی می‌کردند، بانک جهانی توصیه داد که مقامات تاجیکستان از ادامه معرکه فروشی سهمیه ها خودداری کنند. پس از این توصیه معرکه فروشی سهمیه های نیروگاه برقی آبی روغن قطع کرده شد. اما مبلغ هایی که از فروش سهمیه ها به دست آمده اند معلوم نیست آیا برای ساختن نیروگاه برقی آبی روغن صرف شده اند یا نه. همان زمان بعد جمع‌آوری پول سهمیه ها، یعنی بعد فروش سهمیه ها، یک عمل کرد همه را به حیرت آورده بود. بعد جمع‌آوری سهمیه، پول سهمیه یعنی اخترش، شرکت هواپیمایی سومونیر اعلان کرد 2 طیاره نو خریده است. 2 هواپیمای نو خریده است. نرخ هر طیاره 93 میلیون دلار و قیمت هر دویش به 186 میلیون دلار برابر بود. حالا قریب 10 سال می شود یگان سهمیه خریده روغن، یعنی سهام روغن که سهمیه در کنج صندوقش خوابیده است، حسابات درباره به کجا مصرف شدن مبلغ سهمیه‌اش را دسترس نکرده است. اکنون دقت دهید. سومون ایر که هواپیما را خریده است، 2 هواپیما همون زمان خریده بود، هیچ عهده‌داری مالی نزد کدام بانک یا سرمایه گذاری برای هواپیماهایی که سال 2011 خریده شدند نداشت. یعنی سومون ایر برای خرید 2 هواپیمای نو و گرانبها از هیچ بانک قرض نگرفته است و هیچ سرمایه گذاری را هم جلب نکرده است. همان وقت پایگاه اکتشافی ویکیلیکس هم خبر داده بود که سومون ایر برای این 2 طیاره پول نقد پرداخت کرده است. پول نقد. برای این هواپیما سومون ایر پول نقد پرداخت کرده، چون آماده استفاده این طیاره های گران قیمت و خدمت رسانیشان گران نبود، مجبور شد به ترکیش ایر سازشنامه برای خدمت رسانی گران طیاره ها امضا کند. همین طور اگر همه فکت و دلیل ها جمع آوری و مقایسه کرده شود، می شود به این خلاصه رسید که مبلغ سهمیه های برای ساختمان نیروگاه برق آبی روغن جمع آوری شده به خرید هواپیما صرف شده است. در این باره همانجا پایگاه اکتشافی ویکیلیکس هم اشاره کرده است. این همه در حالی بود که زمان کارزار جمع‌آوری مبلغ، یعنی زمان سهمیه فروشی به مردم، امامعلی رحمان اظهار داشته بود که امکان داشت مبلغ لازم از سرمایه گذاران خارجی حاصل شود، ولی در این صورت نیروگاه برق آبی روغن می توانست تحت تاثیر خارجی ها قرار بگیرد. برای همین هم یعنی حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است که با مبلغ مردم، با درآمدهای داخلی، با مبلغ داخلی نیروگاه برق آبی روغن را بسازد. بعد چی شد؟ بعدتر این دعوای امامعلی رحمان دروغ برآمد. مقامات به جلب مبلغ‌ها توسط فروش یوروباندها بدتر آغاز کردند که مبلغ ابتدایی از فروش به دست آمده 500 میلیون دلار را تشکیل کرد. اکنون درباره رفت ساختمانی نیروگاه برقی آبی روغن. سال 2016
حکومت تاجیکستان با شرکت ایتالیایی سالینی ایمپریجیلو برای به اتمام رسانیدن ساختمان نیروگاه راغون با مبلغ 3 میلیارد و 900 میلیون دلار شرطنامه بست. سال 2017 حکومت اینچنین در میدان ساختمان راغون مبلغ‌هایی که از فروش یوروباندها به مبلغ 1 میلیارد دلار به دست آمده است سرمایه گذاری کرده است. یک زمانی که رئیس جمهور دعوا داشت راغون را با مبلغ داخلی می سازد و به خارج گردن کج نمی کند، اکنون حالا حکومت اعتراف می کند که راغون را با استفاده از بودجه ساختن ممکن نیست. این خیلی شرایط وجود ندارد. ماه فوریه سال 2020 وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده در یک نشست مطبوعاتی اعتراف کرد که تاجیکستان نمیتواند ساختمان نیروگاه راغون را مستقلانه بدون کمک خارجه به انجام رساند. حالا حکومت تاجیکستان در جستجوی خواجه پولده برای راغون است. اما این را هم باید گفت که مقامات هنوز به پیدا کردن سرمایه گذاری خارجی موفق نشده اند. بهرام سراجیف مشاور کلان گروه رشد لایحه‌های انرژی نزد پرزیدنت تاجیکستان ماه اپریل سال روان گفته بود که حکومت با شرکت آلمانی درباره ساختمان راغون گفت و شنید دارد. به گفته سراجیف شرکت آلمانی آماده است برای تامین 4 بلاک نیروگاه برق آبی راغون 400 میلیون یورو قرض جدا کند و در ساختمان خود نیروگاه آبی شرکت کند. از این گفته سراجیف هم 8 ماه گذشت. هیچ نه این لایحه به اجرا درآید و آلمانی ها از خود درک دهند. معلومات عمیق این است که ساختمان راغون حالا طول این 10 سال دیگر ادامه می‌یابد. آبانبار سال 2033 طبق تخمین متخصصان به آب پر می شود، اما از حال حاضر با فشار کشورهای همسایه تاجیکستان مجبور شده ایستاده است بارها بدون استحصال برق آب را سر دهد. این است که آبانبارهای رود وخش نتوانستند در سردی‌های زمستان مردم کشور را به برق تامین کنند. با به نظر گرفتن اقلیم و آبشوی پریخ‌ها و در نتیجه این کم شدن منبع آب می‌سازد تخمین زد که آبانبار نیروگاه برق آبی راغون نه در سال 2033 بلکه تا سال 2040 هم پر نخواهد شد و زمان به کار درآیی اگریگات‌های باقی مانده پیشگویی نشونده باقی میماند. انا همین طور پیچیدگی‌های ساختمان این انشاءات بزرگ و ناشفافی در مصرف مبلغ به آن جدا شده بیشتر بوی فساد میکند و از این فسادکاری بیش از همه ملت مردم کشور رنج میکشد. تماشابینان گرامی، با همین برنامه امروزه ما به پایان خود رسید. با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net